عود زریاب، الگوی شامی، کد 3. کاسه این ساز از چوب گردو سوری است. دسته و سرپنجه نیز از چوب گردو است. صفحه ساز از چوب اسروس انتخاب شده. برای گریف این ساز از چوب آبنوس اما به شکل همسط استفاده کرده. گوشی‌ها نیز از چوب آبنوس آفریقایی است. خرک ساز از چوب گردو با روکش رزین است. سیم این ساز از برند آرورا انتخاب شده با تنشن میدیوم و کوک 2 تیون. در بین سازهای زریاب این الگو نزدیکترین صدا و لهجه به نوازندگی ایرانی رو دارد.